سلام و عرض ادب. اینم قسمت استخرمونه، استخر شیشه‌ای که در واقع کار 0 تا 100 رو آقای فراشو انجام دادم. به این صورت که میبینید. خب جکوزی رو آقای فراشو لطفا روشن کنید. خب امکان داره خودتون بیاین توضیحات بدین در مورد این استخر. سلام عرض ادب. این اولین استخر شیشه‌ایه که تو خانه دریا اجرا شده. کار خودمون از 0 تا 100 و یه طرف شیشه به طرف پذیرایی داره، یه طرف شیشه هم به طرف حیاط داره. در طبقه دوم ساختمون قرار گذاشته شده این استخر و یه جکوزی 5-6 نفره هستش با یه استخری به ابعاد 6 در 3 و 7 که طول شیشه‌مون هم 6 و 4 و 60 در 1 و 60 ارتفاع هستش. خب آقای فراشو این اجرایش چند سال الان اجرا شده؟ این الان تقریبا 7 سال اجرا شده. 7 ساله. خب کار 0 تا 100ش دیگه دست خودتونه، نگهداریش. 0 تا 100 و نگهداریش هم دست خودمون. بله. توضیحات هم در مورد شیشه‌اش میدین؟ بفرمایید توضیح در مورد شیشه‌اش بدین. این سمتش؟ این سمت ارتفاعش 1 متر در طول 4 و 60 که به پذیرایی ساختمون ربط داره، یعنی از پذیرایی قشنگ دید داره به استخر. این سمتش هم؟ این سمت هم به حیاطه که اون بر کرکرهای برقیه که روزا میره بالا و سقف اون هم کاملا برقیه که کامل باد میشه تابستون. بله. قسمت موتورخونه‌ش هم هست این سمت؟ نه قسمت موتورخونه‌ش در زیر ساختمون قرار داره. زیر ساختمونه.